درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. جنگ برای کمربند روزی 27 ایون روزی شنبه بعد 3 روز کمیل карате قمرالدین حسنов از تاجیکستان با تخلص کمیل карате بر ضد عادلخان کمالوف از ازبکستان. دوستان آنها این سیوم مراتبه می جنگند. آنها الان دو بار جنگیده بودند. بار اول 4 مارت 2023 یکم بار در اکتاگون 42 در تاشکند و در گرد و اطراف همین جنگ خیلی امان خبرهای چیرم هست پسی پرده میگویند که عادلخان کمالوف از ازبکستان خواست با طریق پول کمیل карате رو بخرد و او مغلوب شود. اوضاع هستند و با قولی که کمیل карате این گپ‌های عادلخان کمالوف رو با من رئیسای لیگ اکتاگون رسانده است و آنها بعد همین جنگ بعدی که آنها جنگ کردند عادلخان کمالوف از ازبکستان رو از چند جنگ برکنار کردند. شاید یک 6 ماه او برکنار بود از جنگ و نمیدونم این از سخنهای کمیل карате است که من در رسانه ها خوانده شدم. و در همین جنگ وقتی که همه در خاطر داریم با فیلم 4 مارت 2023 وقتی یکم بار جنگ کردن در تاشکند کمیل карате دستش رو شکست. در دویم راوند با فیلم دستش شکست. خیلی امان همه در خاطر داریم که دستش کشول شده بود، شکسته بود و مساوی شد همین جنگ چون که نتونست جنگ کرده. و در دویم جنگشون بعد 1.5 سال بود با فیلم 6 اکتبر 2024 و در اکتاگون 64 در الماتا دویم بار جنگیدند و همین جنگ رو در آنلاین رسانه ها 220,000 آدم تماشا کرده بود آنلاین. خیلی امان تبلیغات خوب بود در گرد و اطراف دویم جنگی کمیل карате و عادلخان کمالوف. و دویم جنگش باشد کمیل карate برد چون که دو بار کارتای زرد با عادلخان کمالوف نشان دادن چون که او غیر قانونی جنگ کرد، غیر قانونی ضربه زد و همین طریق کمیل карate در دویم جنگشون دست بالا شد و خیلی سوال و جواب ها بود بعد این و اخیران سیوم بار آنها می جنگند برای کمربند BMF. این کمربند موقتی ورمنی تیتول است و روزی 27 روزی شنبه در اکتاگون 88 در قزاقستان. و دوستان فکرتان رو نویسید سیومین جنگشون کی قهرمان می شود، کی دست بالا می شود، چون که یکم و دوم جنگشون خیلی همون زیادتر سوال ها بود که انا این زور بود انا وای زور بود. در یکمش کمیل карате دست شکست، در دویمش عادلخان کمالوف کارت زرد بار گرفت و خیلی پرسر و صدا بود که طرفداران عادلخان کمالوف از ازبکستان میگن که او زور هست و طرفداران کمیل карate میگن که کمیل карate زور است و ما روز شنبه میبینیم در حقیقت کی دست بالا می شود و کمربند لیگ اکتاگون رو کی صاحب می شود. دوستان فکر خودتان رو نویسید. باید که خیلی جنگ خوب شود چون که کمیل карate در تاجیکستان آمادگی دیده شده است و در همون کلوبی که اونه که BJJ جیوجیتسو درس میتیا ببخشید نامش فراموش کردم، در همونجا با نزدیکی کمربندی با فیلم نمیدونم کمربندی زرد گرفت یا سرخ گرفت که همون گشتینش رو هم خیلی خوب کرده است و روزی شنبه میبینیم با تا چی درجه گشتین کمیل карate خوب شده است چون که آمادگیش در تاجیکستان بود و روزی شنبه میبینیم که بر ضد عادلخان کمالوف از ازبکستان چی طور می جنگد و کی دست بالا می شود و کی صاحب کمربند می شود. دوستان فکرتان رو نویسید. ورزشکارانی دوست داشتنتان رو دستگیری کنید و در کامنت ها فکرهایتان رو نویسید کی روزی 27 قهرمان می شود، کمیل карate از تاجیکستان یا کی عادلخان کمالوف از ازبکستان. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. 27 ایون روزی شنبه رو انتظار می شویم و من حتما نتیجه اش رو با شما همون شب یا که روزی یک شنبه صبح با شما حتما میرسونم.
در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امیدی دیدار.